سلام رفیقای عزیز. خوگبانی ادامه داره. دراوی گندم هم ادامه داره. خنزیرا دیگه ناومده ایسون. راست دیگه هر قدر که شوا بگیم پوزیسیا را حلش میکنم. این طرفی گندم اون طرفی گندم هر طرف در پوزیسیا میگیریم. خوگو نمیویان. خوگو منطقه شون دیگر کردن. گندمای او طرفی تیپه میروند. خمی پرا او طرف گندمو سوزه اوجا داود خوگو گرمی دارن. ما را به حال خودمون گذاشتگیان. دراو کایسویم دراو درزنه میدرویم چقدری که یک روز بدرویم اگر بعد گشته میبندیم با او خاطری که همراش علفای ویگونه گفتیم بسیاره همین تلخک بعضی جاوش الهی درویده نمیشه و پیچیدگی بسیار همین مووری با گندم اومیخته شدگی یک جا میدرویمش گندم قطعی میگذاریم خشک میشه و بعد درزه میبندیم. تلخکش اینمیه اینقدر علف خشروی به درجه تلخکی 50 فایده داره در اون رو. ما هم گندم زمین یک قوبچش درویدیم. زمین یک قوب گندم این نقطه کویی که هستیم ما قولی کنک نام داره. مردم در قولی کنک دراو کسوس همی پرا گنده چشمه دی خیری اتشون گفتنی نمای همه منطقه وجود اولی گندم دراو اومدگی نیست. ولی یک خیلیش با ماه سینتیبر دراو دمی و یک گندم دراو ادامه داره. می درویم اگر که تمام کردیم خدا خواسته باشه بعد یک جا حوصله می بینیم. صبح ایلاق مردمی دیها ماشینا خطی گندم دراو اومایتون. نبستیم قوزا را با او خاطری که علف تلخک سوزه بگذار در افتا کمی بیسته خشک شوه بعد باز پس گشته درزه میبندیم. این طرف او قدر خشاش بد نیست. این طرف خشاش بد نیست. های اکی خیلی جونی سیاه جونی سفیده کندن میگیریم میدرویم لبولو. ای همه ده شکم زلوله مردم رفت دراو ده. این یکم ریسه اوله قشلاق مگی ولی ماشینو میوین. انا میخیر میده را که زور اومد دیگه تلخه نمیگه. گیسک نمیگه علف بیگونه نمیگه. چرا خاص درویدنش میگیره. هوا غبار گفتیم در ویدیوی پیش هم گفتیم هوا غبار طبیعت تازه نیست به نوار میگیریم لیکن غبار باز طبیعت خوب به نوار نمیغلطه. مردم جنب و جول داره برای زندگی. یکیش گندم درویده ایسوس یکیش
علف یکی دیگرش خوگونی داره ولی یکیش هیزم کشیده است. ای پای زندگی مبارزه برای حیات، مبارزه برای حیاتش همین ای. تماشابینان عزیز با فیلم که قوه‌های ایلوگی سفر شده، یعنی همین گفتیم خدم توقعیم عرض دادیم و بخشای رسیده است. قوه‌های ایلوگی هم اومده رسیده است اون میده میده، یا که اینجا اومدن یا که نمیدونم کجای دیگه میرون. اینه با کجا سفر داری؟ یوردان. خب گردی نخه امو اسپای چی نوم داشت؟ سپارتاک. ای سپارتاک. گندم درو با مرام ادامه داره. با یک روحی بولیده، با روحیه بلند گندم درویده استیم. هرچند که کارم نفوره، یکی بگیم که یک قوه ناعیان تیله میکنه کارا بکنه، کار نمیفوره هیچ کاره. چای فقط جوش اومده است. اینجا تشکیلی همه روی 100 رفته است. این مخصوص نقل اینجا جورا سیو داریم. سیو خواهی راده اومدن ضرب لفت خوردن. ترشکل پیاز، شکر پکر، دوغ پوغ، قند پند. فقط نیکیو زیراده رولتون پولتون میخریم. هیچ کی نیست که تریم رو همه روزه تامین کنه و گردن نمیگیره. یگون نه سرپرست نه پاپرست. یک روز میکنه، دو روز میکنه، سرپرستی دیگه نمیکنه. بیزور میشه. آخه یک آدم تیوره کی سرپرستی میکنه. همینجا در شب خوبیم جو رو حلش کردیم. خوگو دیگه نمیویه. یک جای بگیم که هم روزانه هم شبانه در زیر همین درختی شکنگ خو میریم. ادامه داره مهنت. یک عبید میکنیم، با استراحت میکنیم. ساعت رو 14 میخیزیم ما درو میکنیم. دوستای عزیز باششگاه ما انا باششگاهی که در اینجا بسیار میگذرن آدمو.